یوگا چطوری J7Q همین اولین ویدیوی چنل. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و همونطور که از تامنیل این ویدیو متوجه شدید امروز باندل جدیدی که وارد گیم شده رو قرار بریم با هم بررسی کنیم. در واقع دیروز وارد گیم شده، ویدیوشو یکم با تاخیر دارم آپلود میکنم و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و ممنونم که کلا وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. بزنیم بریم سراغ ویدیو که دیر نشه. بچه اگه برید توی قسمت ایونت ها سولندو که برید، اگه اسمشو درست بگم میبینید که یه ایونت جدیدی وارد بازی شده به نام فری دای موبایل باندل. الان روش کلیک کردم و همونطور که میبینید یه سری توکن داریم که با این توکن ها میتونیم آیتمای بازی رو بخریم و آیتمای ایونت رو بخریم. بچه این ایونت همونطور که گفتم مال دیروز بوده، حالا نمیدونم این ویدیو رو که دارید تماشا میکنید، ولی اگه بیاید پایینتر میبینید که ما یه باندل داریم. این باندل رو بچه من از قبل گرفته بودم، با 450 تا توکن میتونید این باندل رو بگیرید. بهتون توضیح میدم جلوتر که چجوری میتونید توکن ها رو بگیرید و چه تسکایی باید انجام بدید. یه اسکین چاقوی قشنگم داره و اینا رو بچه از قبل گرفته بودم. یه پروفایل هم داره که اونو میشه با 350 تا توکن گرفت. بچه این قسمت رو براتون توی ادیت میذارم که باید چیکار کنید و در اصل باید 5000 تا دمیج با اسنایپ با نوع رفلر اگه درست بگم و شاتگان و SMG مثل UMP و MP5 و اینا بدید و این توکن رو دریافت میکنید که من 3 تاشو تا الان دریافت کردم و 1500 دمیج توی هر رنکی میخواید برید بزنید. این قسمت هم بچه داره میگه که باید 25 بار رنکد مود بازی کنید، فرقی نمیکنه چه رنکی باشه، بتل یا کلش باشه فرق نمیکنه. بچه این قسمت هم اینطوریه که باید یه بار با دوستتون بتل یا کلش بازی کنید، یه بار انمیایی که میزنید رو فینیش موو کنید، 1000 تا دمیج به یخ بزنید، هر روز وارد بازی بشید و یه بارم بتل یا کلش رنگ بازی کنید. و تسکای دیگه هم که شما کلا باید انجام بدید شامل اینایی که گفتم میشه و یه سری تسک دیگه هست که حالا جلوتر بهشون میرسیم، نگران نباش. کلا ایونت خفنیه از همه لحاظ، ست رایگان میده و اینکه اگه بیاد پایین بچه من این ایونت رو انجام دادم اومده برام پایین و کلا میگه 20 تا کیل توی رنکت مود بزنید، فرقی نداره کلش باشه یا بتل باشه، هر کدومو رفتید در کل باید 20 تا کیل بزنید که اگه مجموع همه توکنایی که اینجا اومده حساب کنیم یه 1000 و 1200 میشه. اینم بچه یه اسکین M60 اینکوباتور بوده که الان اینجا به مدت 24 ساعت گارنر بهمون دادتش. بچه در کل ایونت خفنی بوده، ویدیو داره تموم میشه در واقع و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما چک کنید که سابسکرایب کرده باشید، لایک کرده باشید، زنگوله هم فعال کرده باشید. اشکال من نیست. خدا نگهدار.